یه توضیح داشته باشم در خصوص پرایمرهای شیگلم. ژل پرایمر آبرسان 24 ساعته شیگلم حاوی نیاسینامید و هیالورونیک اسید، آبرسان 24 ساعته برای عمق و حفظ رطوبت بالای پوست. محصول بعدی پرایمر گودگیری با عصاره بلوبری و حاوی AHA. کاری که AHA میکنه که لایه برداری بسیار ملایم هم از پوستتون انجام میده، در کنار اینکه زیرساز خیلی خوب داره. دوباره محصول از گودگریپ به بافت ژلی بسیار سبک، ماندگاری بالای آرایش رو تضمین میکنه. عرضم به حضور شما که و برای تمام پوست هستنی دیگه مهم نیست که شما پوستتون خوش باشه یا چند. پرایمر سرنگ شیگلم یک اسپری سکاره است. رفع تیرگی پوست، قرمزی پوست، منافذ پازو کاور میکنه، کلا عیوب پوستی صورت رو پوشش میده. پرایمر جدید شیگلم کمروان میشه گفت رقیب سرسخت برندهایی مثل بنفیت، مک به جرات میگه و حتی سیلادر، به دلیل اینکه منافذ کاملا مسدود میکنه یا به اصطلاح کاور میکنه. عرضم به حضور شما که ماندگاری بسیار بالا، مات کننده است و بافت و سبک و زود جذبی داره، ایجاد جلوه مات و صاف روی پوست ایجاد میکنه و میشه گفت بهترین پرایمر فعلی شیگلم در خصوص اینکه حالا بخوای یه هزینه نچندان زیادی هم داشته باشید، کمروان شیگلم.